به این ویدیو جملات تأکیدی سپاسگزاری صبحگاهی خوش آمدید و ما می توانیم به خود یادآوری کنیم که همه چیز لطف خدا و کائنات است و حتی از کوچکترین چیزهای زندگی خود قدردانی کنیم. من مایک هستم و به کلاب سرزمین جادو خوش آمدید. شروع روز با نیت مثبت همه اهداف ما را آسان‌تر می کند. با اهداف کاهش وزن، تغییر عادات دیگر، انجام ورزش منظم، اهداف کاری، تمرکز مطالعه یا روابط. اینها شما را در هر زمینه از زندگی که امروز تصمیم به انجام آن داری تقویت می کند. به این ترتیب شروع می کنیم. من از اینکه امروز چشمانم را باز کردم سپاسگزارم. از فرصتی دیگر برای زندگی کردنم، برای شروعی جدید سپاسگزارم. از اینکه نفس را در ریه هایم حس می کنم و در قلبم می تپد سپاسگزارم. من برای امروز سپاسگزارم. برای فرصت‌های 24 ساعت آینده. من از فرصتی برای انجام کاری شگفت‌انگیز استقبال می کنم. من انتخاب می کنم از امروز بهترین استفاده را ببرم. به افکارم انرژی می دهم. من قصدم را متمرکز می کنم. به خودم یادآوری می کنم که چقدر جلو آمدم. و باور کنم که هنوز می توانم مسافت را طی کنم. به هر هدف یا چشماندازی که در ذهن دارم. دستاوردهای به دست آمده را با خودم یادآوری می کنم. و تمرکزم را به امروز و فراتر از آن هدایت می کنم. برای استفاده حد اکثری از 24 ساعته من برای این بدن سپاسگزارم. و نیت کن که با آن خوب رفتار کنی. خوب غذا خوردن تا خوب تغذیه شود. ورزش کن، بدن را استراحت بده، آن را حرکت بده. آرامش ایجاد کن. من از ذهنم سپاسگزارم. من متعهد هستم که از آن به خوبی استفاده کنم. برای تمرکز بر یادگیری، برای بکارگیری دانش به دست آمده، برای انعکاس تا خودم را مسئول بدانم. بگو متواضع هستم. قبول کردن صحبت کردن و خوب فکر کردن از خودم و دیگران. تمرکزم را فقط به سمت مثبت هدایت می کنم و افکار بیهوده را کنار بگذاری. برای رها شدن از بودن در گذشته، جایی که دیگر درسی نیست. برای رهایی از ترس و اضطراب از آینده و در عوض روی چیزی که می توانم کنترل کنم تمرکز کنم. اعمال خودم، افکار خودم، واکنش‌های خودم. من از افرادی که در زندگیم هستند سپاسگزارم. کسانی که حامی هستند، آنهایی ازشان یاد گرفتم. من لحظه ای را به یاد می آورم تا تمام کارهای کوچک و بزرگی که برای من انجام شده است بدانم. چیزهای زیادی برای قدردانی وجود دارند. لبخند یک غریبه یا هدیه زمان و توجه دیگری. من برای آنچه به خودم می دهم سپاسگزارم. زمان انعکاس تنهایی، برای روشن شدن افکارم. به خودم یادآوری کنم که ادامه می دهم. برای شهامتی باید کاری را انجام دهم که به نظرم درست است.
به جای دنبال کردن جمعیت، ایجاد تعادل در گوش دادن به دیگران و به خودم گوش میدهم. متعادل کردن تفکر منطقی و هدایت شهود. من از اصول اولیه سپاس گزارم. برای نفس کشیدن، برای خوردن، برای خوابیدن و حرکت کردن. به خودم یادآوری می کنم که همه این اصول اولیه را ندارم. به خودم یادآوری می کنم که من از داشتن اینها ممتاز هستم. امروز تنها چیزی است که دارم و قول می دهم از زمانم به خوبی استفاده کنم. من برای این روز در این 24 ساعت سپاس گزارم. من از پتانسیلی که در درونم نهفته است سپاس گزارم. به خودم قول می دهم زمانم به خوبی استفاده کنم. از افکارم، احساسات و اعمالم به خوبی استفاده کنم تا او قصد من را روشن کند، انعطاف پذیر و سازگار باشم. برای رسیدن به بهترین چیزی که میتوانم کار میکنم تا به اهدافم ادامه میدم. برای قوی ماندن و عوامل حواس پرتی را نادیده بگیرید. من از دادن شک و تردیدهای خودم امتناع می کنم. من متعهد می شوم که امروز بهترین باشم. از فکر کردن تا روشن کردن نیت، از چشم انداز تا عمل، با زمان، انرژی و منابع موجود. بهترین بودن در قلب، ذهن، بدن و روح، برای خودم و برای دیگران، برای ارائه بهترین های خودم. همانطور که تمرکز می کنم و قصد دارم، همانطور که چشم انداز و اقدامات بعدی خود را روشن می کنم. من برای امروز سپاس گزارم. من برای امروز آماده ام. شما لایق بهترین ها هستید و شما را در اوج می بینم. حتما جهت عضویت در کانال‌های VIP یا تهیه دوره‌های آموزشی بسیار قدرتمند کلاب سرزمین جادو به ربات تلگرام که لینکش در توضیحات نیز هست سر بزنید، چرا که دوره‌های متعددی به صورت مداوم از طرف ما در حال ساخت است. برای ایجاد محتوای بیشتر و بهبودی کار با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کانال سرزمین جادو می‌توانید که ما کمک بکنید.